در حالی که هزاران شهروند افغان همچنان در جستجوی امنیت و آینده مطمئن به سر میبرند، موج تازه‌ای از نگرانی‌ها درباره سرنوشت مهاجران افغان در اروپا باری دیگر در کانون توجه نهادهای حقوق بشری و قانونگذاران غربی قرار گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار نامه سرگشاده خطاب به وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این کشورها خواسته است برنامه‌های اخراج مهاجران افغان به افغانستان را متوقف کرده و هر گونه همکاری با مقام‌های کنونی افغانستان برای بازگرداندن اجباری آنان را کنار بگذارند. عفو بین الملل همچنان از اتحادیه اروپا خواسته است تعامل با مقام‌های حاکم بر افغانستان را به جای تمرکز بر روند اخراج مهاجران بر بهبود وضعیت حقوق بشر و حمایت از مردم افغانستان استوار کند. چنانچه می‌دانیم مسئله اخراج مهاجرین غیر قانونی و کسانی که جرم جنایت کردند در کشور آلمان بیشتر شده و آنها را به افغانستان اخراج می‌نمایند که البته این مسئله می‌تواند تاثیر بسیار ناگواری بر تصمیم‌گیری سایر کشورهای اتحادیه اروپا در مورد اخراج مهاجرین افغانستان از کشورهای خودشان به کابل داشته باشد که این مسئله نه تنها باعث نگرانی مهاجرین افغانستان در اتحادیه اروپا گردیده بلکه باعث نگرانی سازمان‌های بین‌المللی نیز شده است. همزمان در بریتانیا نیز موضوع مهاجران افغان باری دیگر جنجال آفرین شده است. کمیته دفاع پارلمانی بریتانیا در گزارش تازه اعلام کرده که افشای اطلاعات شخصی حدود 25,000 شهروند افغان متقاضی اسکان در این کشور نتیجه یک ناکامی سیستماتیک قابل پیش بینی در وزارت دفاع بریتانیا بوده است. بر بنیاد این گزارش، ضعف در حفاظت از اطلاعات، نبود نظارت موثر و پنهانکاری در مدیریت این رویداد، هزاران افغانی را که پیشتر با نیروهای بریتانیایی همکاری کرده بودند، در معرض تهدیدهای امنیتی قرار داده است. این کمیته از دولت بریتانیا خواسته است ضمن تقویت تدابیر امنیتی سایبری، روند انتقال افغان‌های واجد شرایط را سرعت بخشیده و از تکرار چنین رویدادهای جلوگیری کند. سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتشار یک نامه سرگشاده از رهبران تمام کشورهای اتحادیه اروپا خواسته است که از اخراج اجباری مهاجرین افغانستان از کشورهایشان به افغانستان جلوگیری بکنند و ارائه خدمات بشردوستانه و کمک‌های انسان دوستانه خود را نه سیاسی بسازند و نه بر اساس مشکلات مهاجرین مطرح بکنند بلکه بر اساس تعهدی که در مقابل خدمت‌گزاری مردم افغانستان و ارائه خدمات بیشتر بشردوستانه در شرایطی که مردم افغانستان به آن نیازمند هستند ارائه بکنند که ارائه خدمات بشردوستانه بدون شرایط سیاسی و قید و قیودات میتواند باعث تحکیم مناسبات افغانستان با اتحادیه اروپا و جلب اعتماد جامعه جهانی در قسمت رفع چالش‌های مهاجرین افغانستان در اروپا و همچنین در داخل افغانستان باشد. این همه در حالی است که در ماه‌های اخیر سیاست‌های مهاجرتی کشورهای اروپایی نسبت به پناهجویان افغان با انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. بیش از 40 نهاد مدنی و حقوق بشری نیز از اتحادیه اروپا خواستند اخراج شهروندان افغان را متوقف کنند.